خطاگی و اجتهادی که در اساس اجتهاد یک خطاگی به وجود آمده است، این یک حکم دارد. اما خطاگی که بعد از خطا کردن یک کسی دیگر را در اساس همون خطا تهمت زدن، سخنهای قبیح گفتن و حکم کردن، این دیگر است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و شنوندگان محترم و دوستداران اعتقاد اهل سنت و الجماعه، اولا سلام خود را به یکایک شما رساندنی و گفتنی هستم که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و دوما میخواهم یک ویدیوی دفاع از ابو تکفیری برآمده است که یک ملای گویا خطاهای بنده محمد شریف عبدالعلیم را میگیرد، گویا که من در اون جایها خطا کردم، در عباره خوانی، در عباره ابن باز. و اون ملا متاسفانه من نمیدونم اون ملا چه اعتقاد دارد، از صحبتایش در بعض جایها مانند به صوفی بود و در بعض جایها مانند به تکفیری ها. من خلاصه برآورده نتوانستم و من اون رو هیچ چیز گفته نمیتوانم. هر کسی باشد الله سبحانه و تعالی هدایت کند و توفیق عمل کردن به قرآن و سنت رو نصیب بگرداند. آمین یا رب. و دویم مسئله، این ویدیو را طرفداران ابو تکفیری گرفته پهن کرده ایستادن، فکر کردن که گویا این غلطا و خطاهای من هست. برادرانم، شنوندگان، اونجا خطا را من نکردیستم، با همین ملا خطا کردیستی. حاضر من این رو بیان میکنم و شما همین صحبتهای من را بگیرید پیش یک طالب علم ببرید، نه اینکه به مثل این ملا که معلومات کافی ندارد، به مثل ابو تکفیری که همچنین معلومات کافی ندارد درباره گراماتیک زبان عربی، پیش اینها نبرید، زیرا که اینها نمیفهمند. پیش یک انسان برید که درباره علمی گراماتیک زبان عربی معلومات کامل داشته باشد. و حالا بیان میکنم. پیش از اونه که من این عباره ها را بیان بکنم، اولا میخواهم یک خطاب به ابو تکفیری بکنم. ای ابو تکفیری، تو دیگر پاچلکک نزن که از گلویت یا در گلویت استخوان بزرگی خارخارکدار رست گرفتگی است، بند ماندگی هست. تو دیگر خلاص خورده نمیتونی از این تا زمانی که به اعتقاد اهل سنت نگردی و تا زمانی که به مثل سلف صالح نباشی. هرگاه به مثل سلف صالح شدی، بدون که استخوان از گلوی تو میرود، تو آزاد میشوی. ببرو خطاات بگو خطا کردم و درستات بگو درست گفتم، پس تو آزاد میشوی، و الا تو آزاد شده نمیتونی. ای ابو تکفیری، پس این خطابی من به تو است. و این ملایی را که همچنین گرفته پهن کرده، خیال کردی، فکر کردی بیچاره که این خطاهای مرا قپید. اما حالا من بیان میکنم، پس تو الفیه ابن مالک خواندگی هستی، تو میدانی که این چی است. حالا بیان میکنم، تو گوش کن ای ابو تکفیری. یا اگر نفهمیدی به پیش استادهایت بر، تو این که برای تو بیان کنن و برای تو بفهمونن که بله این انسانی که گویا از تو دفاع کرده است در اصل تو را شرمنده کرده ایستاده است. این یک مسئله. و مسئله بعدی که من بارها گفتم که ابو محمد با استادهایش عربی را خوانده نمیتوانست. بله، از ان همین خیانت‌هایشان گفتم که عربی را درست نمیفهمن. حالا بعداً این سوال‌ها را پیشنهاد میکنم که چرا نمیفهمن. بعداً من این سوال‌ها را به سمع شما میرسونم که 4 سوال است، او را بعدتر میرسونم. خب به هر صورت این برادر، این بابی مولا میبرد این عباره را میخواند. بیاید یک بار عبارهش را گوش کنیم که چی میخواند. لا ایمان لمن يعتقد ان احکام الناس و آراءهم خیر من حکم الله و رسوله او تماثلها و تشابهها او تركها وحل محل الاحکام الوضعية وأنظمة البشرية وإن كان معتقدا أن أحكام الله خير وأكمل وأعدل. خب اکنون شنیدید برادران، این عباره بود که این بابی مولا خان چند جا اشتباه کرد. حالا من برای شما یک تا بیان میکنم.
لا ایمان لمن اعتقد ان احکام الناس و آراءهم خیر من حکم الله و رسوله. تا اینجا یگان خطا نکرد، درست خوند. او تماثلها، خطای شاخدار کردی بابوی ملا. تماثلها این خطای شاخدار است، ولی بعدتر بیان میکنم. و تشابهها خطای شاخدار است. او ترکها و حل محلها الاحکام الوضعیه والانظمه البشریه و ان كان معتقدا ان احکام الله خیر و اکمل و اعدل. خب در اینجا باز یک غلطی دیگر در حالت بیان کردنت میکنی بابوی ملا. در حالت بیان کردن غلطی تو بابوی ملا همین است که میگو و ان كان معتقدن اول میگوی که فاعل است. به گوش کن یک بار. معتقدان خودش میشه فاعل، معتقدان خودش میشه فاعل. شنیدید؟ میگوید که فاعل است. بابی مولا این فاعلی چی است؟ فاعل مرفوع میشود، این منصوب است کو. فاعلی چی است بابی مولا؟ پس این خطای شاخدار است. باز همچنین بابی مولا دو خطا شد یا 3-4 تا شد. خب میگذاریم به بعدی. اینجا را میگوی که معتقدن، نمیگوی معتقدن، میگوی معتقدن. بیا یک بار آوازت رو گوش کنیم بابی مولا. معتقدان شنیدید؟ معتقدن. با یک بار دیگر معتقدن. دیدید؟ معتقدن در زبان عربی این طور کلمه وجود ندارد. بابی مولا از ابو محمد تکفیری در خواندن زبان عربی اگه فرقیت نکرده سه کلمه را آورده سه که در زبان عربی وجود ندارد. پس معتقدن نیست، معتقدن است. این از باب یعتقد و اعتقادن از باب 11 هست از 22 بابای صرفی. این بابی چند است؟ بابی 11. اجتماع اعتقاد و اعتقادن. پس معتقدن اسم فاعل است. معتقد این اسم چی میشود؟ فاعل میشود. پس در جا معتقد است، نه که معتقد. معتقد غلط است، خطا است در زبان عربی. کلمه به همین وزن یا کلمه به همین معنا که معتقد وجود نداره بابی مولا. این غلط و خطای خود شما هست ای بابی مولا. خب بیایید اکنون در مسئله بعدی میگذاریم. در مسئله ای که مرا این بابی مولا مورد خطاب قرار میتید و این دو جمله را گویا که بیان میکند. ببینید چی میگوید. او تماثله و تشابهه. اینجا هم غلط میخونی. در اینجا میگو که او تماثله و تشابهه. سبحان الله با قریبش ذره فکر اندیشه نمیرسه که اینجا چی بفرسه. شنیده اکنون میگوید که تماثلها و تشابهها. من تماثلها گفتگی هستم و تشابهها میگه که غلط کردی. بابی مولا میگه که غلط کردی. پس بیا بابی مولا این سوال برای خودت است. بابی تماثله بابی 14 میشود از 22 بابی صرفی. بابی 14 بابی تباعد تماثله. بابی مولا این باب رو بیناش برای چی است؟ بینا برای چی است؟ در علم صرف این رو میگوین این بیناش برای مشارکه است. مشارکه یکم و دوم که این باب وقتی که این باب میبریم کلمه را فعل متعدی لازم میگردد و فعل دو مفعوله یا مفعوله میشود. این کدام باب رو با این میبریم؟ بابی 9 را از 22 باب. بابی قاتل یقاتل مثل یماثل این متعدی است بابی مولا. وقتی که تماثله که گفتیم لازم میشود بابی مولا. بر این سخن مرا پیش هر انسان صرفدان و نحودان. یا بابی مولا یک بار خودت برگرد به معناهای بابهای صرفی. من انشاءالله بعد از اونه که 2-3 کتاب صرفی را درس دادنی هستم، اگر ساق و سلامت و زنده باشم معانی ابواب بیان میکنم، معناهای بابهای صرفی را در اونجا بعد انا همین مسئله را بیان خواهم کرد که باب 14 باب 9 را متعدی باشد اگر با یک مفعول لازم میگرداند، اگر متعدی با 2 مفعول باشد یک مفعوله اش میکند بابی تماثله، بابی تباعده. بابی مولا این فایده های صرفی است، در سر جا بکن و از این ابو تکفیری دفاع نکن که این یک شرمنده است و خودت رو همچنین شرمنده میکنی با این ابو تکفیری. خب این یک مسئله که وقتی که ما تماثلها وقتی بگیم تماثلها بابی مولا اینها موقع اعرابیش چی است؟ تماثله ها را موقع اعرابیش می شود مفعول بهی. همین توانست بابی مولا؟ بله. تماثلها هر دین ها
چی است بابی ملا؟ مفعول بهی. خب اکنون بابی ملا این تماثله بابی 14 است، این فعل لازم است، چطور مفعول بهی گرفت بابی ملا؟ از کجا گرفت مفعول بهی را؟ این غلط شاخدار شما هست ای بابی ملا. یک مسئله. و تشابه ها همچنین به مثل همین است. اینها چی است؟ مفعول بهیش است و تشابه فعل لازم است، مفعول بهی نمیگیرد. اینجا همچنین غلط و خطای شاخدار شما هست ای بابی ملا. شما غلط کردید در اینجا تماثل است. مثل یماثل فعل متعدی است. برگرد بابی ملا به لغت. و همچنین اینجا سوال است بابی ملا، برگرد به هر لغت، به هر قاموس، به هر سخنی عرب که تماثل را فعل لازم فعل متعدی گفتگی باشند، تماثل را فعل متعدی گفتگی است اگون کس، برگرد به هر کجای اگر یافتی بیا من را ردیه بتی بابی ملا، ردیه بتی اگر که یافتیش، لیکن نخواهی یافت مگر اینکه از به مثل ابو محمدی تکفیری جاهل اگر تماثل را متعدی نداند، انسانی علمدار این را متعدی نمیده. این باب 14 چی گفتیم؟ باب 14 اصلا بابی ملا، باب 14 در زبان عربی با 4 معنا می شود. یکمش التشریک بین اثنین فاکثر، مشارکه بین دو کس یا زیاده از دو کس. و دومش تظاهر بالفعل دون حقیقته می شود، یعنی آشکار کردن یک کار که در اون حقیقت وجود ندارد، که خودش را به همون گویا که تشبیه کرده، مثلا که تناوم، خودش را به خواب انداخت، اما خواب نبود، خودش را به خواب انداخت. این دوی معناش است. سوم معنایش حصول شیء تدریجا، یک چیز را پیدا کردن با تدریج، مثلا که تزاید نیلو، یعنی که آب نیل آیسته آیسته با تدریج زیاد شد. دریای نیل آبش با تدریج یک بار زیاد نمی شود، با تدریج زیاد می شود، آیسته آیسته. ببین این سه معنیش است. و چهارم معنیش برای مطاوعه هست. مطاوعه را معنیش چی است بابی ملا؟ این در علم صرف خوب با تفصیل میگذرد. مطاوعه را معنیش حصول قبول و اثر شیء است ای بابی ملا. خب اکنون فهمیدید بابی ملا؟ اینجا من خطا نه بلکه شما خطا کردید که این فعلی تماثل فعل لازم است، ما باید تماثلها بگیم تا اینکه این ضمیر مفعول بهی شود برای تماثل. خب اکنون اینجا اشتباه شما بود، نه اینکه از جانب من این یک خطای شاخدارتون. بیا میگذاریم به مسئله بعدی. گفته که تماثلو کدام صیغه است؟ بابی ملا مثلا گفته که مؤنث بگیریم کدام صیغه است؟ بیا من برات یک تا بیان میکنم این مسئله را. خب تماثلو این صیغه مفرد غائب مؤنث معلوم فعل مضارع است بابی ملا. ببینید مثلا یماثل فعل مضارع است، مفردی مذکر. یماثلو یماثلان یماثلون تماثلو، انا همین تماثلو است، چهارم صیغه است بابی ملا. فهمیدید اکنون کدام است؟ تماثلو مؤنث است. و فاعل این چی است؟ هی است، مؤنث است، هی. و این هی ضمیر به کجا برمیگردد؟ ضمیر مستتر هی فاعل تماثلو است. و این ضمیر به کجا برمیگردد بابی ملا؟ این ضمیر برمیگردد به این احکام. احکام دیدی بابی ملا؟ این ضمیر برمیگردد به احکام. دیدید؟ احکام جمع است نه؟ جمع تکسیر. و یکی از حالت‌هایی که در زبان عربی بابی ملا شاید یادت بیاد این گپای من یا ابو تکفیری این گپای مرا بعد پیش طالب علم، این گپای مرا شنوندگان پیش طالب علم برید، پیش هر کسانی که زبان عربی را نمیدانند، پیش هر کسانی که گراماتیک را نمیدانند، پیش اونها نه، پیش طالب علمای واقعی برین. خب بابی ملا احکام این چی است؟ این جمع تکسیر است نه؟ وقتی که فاعلش ضمیر باشد به جمع تکسیر برگردد یا به مؤنث برگردد، در این صورت واجب است که ما فعل رو مؤنث کنیم. بابی ملا برای همین خاطر این تماثلها مؤنث شد. برای این احکام چی است؟ جمع تکسیر است. فاعل همین تماثل ضمیر برمیگردد به همین احکام بابی ملا. فهمو شد؟
اگر که یادت آمده باشد یگان دیگه باید اعتراض نکنی، زیرا که جوابی قوی است. این جوابی دندان شکن است بابی ملا. خب تماثلو این چی بوده است؟ صیغه مفرد غایبه فعل مضارع معلوم. فهموشید بابی ملا؟ خب انا اکنون بابی ملا اینجا سوال برای خود شما و برای ابو محمد تکفیری و برای هر کسی که دعوای درست خواندنی ابو محمد مدنی را دارد یا میگوید که این عبارت درست است. سوال برای همه شما، هم مسلکان ابو محمد، طرفداران ابو محمد، بیاید برای من جواب بگویید. هر کسی که این قول ابن باز را تغییر داده است در اینجا اشتباهی بزرگی کلان زبان عربی را داخل کرده است در اینجا. ما برای این خاطر میگم که ابو محمد با استادهاش زبان عربی را نمیدونن، یعنی گراماتیک را خوب نمیدونن. با استادهاش حتی استادهای عربش که ببین اینجا چیکار کرده است. تماثلها بابی ملا ابو محمد تکفیری، طرفداران ابو محمد، اینها ضمیر است. این ضمیر مؤنث است، زنانه است. این ضمیر مؤنث به کجا برمیگردد؟ ببرید که من جواب بدید. به کجا برمیگردد؟ این خطا است، غلط است. اینجا باید تماثلهو میگفت. چطوری که ابن قولی کی را ببین، ابن باز را ببین، تماثلهو ای، هو ضمیر ای، دیدید؟ هو ضمیر مذکر ای. اینجا ضمیر چی ای؟ مؤنث ای. این ضمیر مؤنث غلط ای بابی ملا و ابو تکفیری، این غلط است. این به کجا برمیگردد؟ بیاید که برای من ثابت کنید این مؤنث به کجا برمیگردد. لیکن من بیا از قولی ابن باز برای شما ثابت میکنم که این تماثلهو، هو ضمیر به کجا برمیگردد؟ این هو به اینجا برمیگردد، حکم الله. ببین به ان همین جا برمیگردد، من حکم الله و رسوله. به ان همین جا این ضمیر تماثلهو برمیگردد. اکنون بیایید یک دفتر روچکه را بگیرید بابی ملا شما و همچنین ابو تکفیری، دفتر روچکه را بگیرید. اصل این عباره رو من با ضمیر نه، مستتر نه، آشکار واضح میگویم. شما نوشته کنید که آیا من خطا کرده ایستادم یا درست برای شما گفته ایستادم. بیاید بگیرید دفترتونه بنویسید که تماثلهو. نوشتید تماثلهو، این کلمه تماثلو هو را ننویسید، تماثلو انا میره بنویسید. بعدش بنویسید که احکام الناس. اینا دیدید؟ احکام الناس و آراؤهم بنویسید، و آراؤهم. نوشتید این را؟ انا اکنون حکم الله، انا همین جا را بنویسید. ببینید حکم الله، انا همین را بنویسید. اکنون نوشتید عبارت چی طور شد؟ تماثل احکام الناس و آراؤهم حکم الله. انا اکنون کلمه پره شد بابی ملا. فعل متعدی را دیدی؟ حکم الله مفعول به شد. پس سوال برای هر دی شما این سوال جوابش بیاورید حتما. این ضمیر به کجا برمیگردد؟ این دلالت به این میکند که این تغییر دهنده این قول ابن باز زبان عربی را خوب نمیدونست. یعنی استاز ابو تکفیری زبان عربی را گراماتیکش خوب نمیدونست. خب اینا جوابش بعداً شما بگویید اگر که جواب دارید. و همچنین جوابی تشابه هم بگویید که کدام نحوی یا کدام لغوی گفتگی است که تشابه مفعول به میگیرد. این خطاهای شاخدار شما هست ای بابی مولا و ای ابو تکفیری جاهل گمراه که این خطای شاخدار را باز میخواهی پهن بکنی. خب فهماشید تا اینجا فهماشید که اکنون شما غلط کردید و نه اینکه من. میگذاریم به مسئله دیگر. بیایید به مسئله دیگر برمیگردیم. مسئله دیگر همین است که برادر ابو تراب، این کسی که این بابی مولایی که مرا ردیه دادگی است، میگوید که تماثله بگو میگه فاعلش میگه اینجا من بگردان، لمن، یعنی که به من برمیگردد. تماثل در تحتش لمن اعتقد در تحتش هو، تماثل در تحتش هو رجوع به سوی من، تشابه در تحتش هو رجوع به سوی من. بابی مولا اینجا معنا غلط می شود. پس بیایید همین رو یک بار به گفته بابی مولا ترجمه بکنیم که آیا معنی درست می شود. میگه لا ایمان لمن
لمن تماثلها و تشابهها. یعنی که چی؟ یعنی ایمان ندارد شخصی که مانند شود انا همین شخص مانند شود چی را؟ حکم الله را. و انا همین شخص مانند شود همچنین حکم الله را. ببین آیا شخص به حکم الله مانند می شود با بیملا؟ این سوال برای تو و برای تو ابو تکفیری. دیدید این غلط فحش است. حالا یکم سوال که این اصلا متعدی نیست، اگر تمثلش بگیم لازم می شود، لیکن رفت و بیا قبولت کردم، اما معنا غلط می شود با بیملا. تماثلوها یعنی مانند می شود احکام مردم و آراء مردم حکم الله را، مفعول بهی با بیملا. فهمیدید اکنون؟ این خطای شما، اشتباه شما است ای بابی ملا. بیایید اکنون برمیگردیم به جای دیگر رو. با همین من زیاد نمیخوام این بابی ملا را گپ‌های زیاد بگویم یا که ردیه زیاد، زیرا که در اینجا خطای بسیار کردگی است. ببینید میگم معتقدن میگه فاعل است. بابی ملا این فاعل چی است؟ بیا برای ما ثابت کن. یا ابو تکفیری ببرو معتقدن را فاعل بودنش ثابت بکن. خب این فاعل نیست، زیرا که منصوب است. منصوب که هست حتما خبر کانه است، زیرا که کانه اسمش مرفوع خبرش منصوب می شود. این یک مسئله. و مسئله دیگه که با این مولا تو میگیم معتقدن در زبان عربی وجود ندارد. این را همچنین ببرو با این مولا ثابت بکن که معتقدن در زبان عربی وجود دارد. پس معلوم شد که بابی مولا همچنین خطا کرد و غلط کرد، بلکه آن چیزی را که من گفتم این درست است. برید سخنهای مرا پیش هر طالب علمی داننده زبان عربی، هر طالب علمی که گراماتیک می داند، پیش جاهلان نبرید، پیش بیسوادان نبرید، پیش داننده های زبان عربی برید، نه اینکه پیش بیسوادها و جاهل ها یا پیش کسانی که زبان عربی را نمیفهمند. خب اکنون بیا من سوالهایم را پیشنهاد میکنم. سوالهای من همین است ای ابو تکفیری، ای ابو محمد. ها ضمیری که در این کلمه محلها، در این کلمه تماثلها هست، یکم سوال همین که همین ها به کجا برمیگردد؟ همین ضمیر به کجا برمیگردد؟ یکم سوال برآمده، سوال مرا جواب دید با طرفدارانت. یک سوال. دویم سوال تماثله، اگر که ما بگیم باب تماثله است، باب تباعده، باب 14، این تماثله کدام نحوی و لغوی گفتگی است که این متعدی است؟ کدام نحوی و صرفی گفتگی است؟ لغوی گفتگی است این گپ رو؟ ببرو این دویم سوال. و سوم سوال فعلی تماثله. ببین مولا این ابو تکفیری تماثله نگفته بود، تماثله گفته بود. بیا آواز شاید برگوش کنیم. او تماثلها و تشابهما، او تماثلها و تشابهما، او تماثلها و تشابهما. دیدید؟ تماثل میکرد، تماثل گفتگی است. پس همچنین سوال برای خودی بابی مولا و ابو تکفیری و طرفداران ابو تکفیری در سوال همین که تماثل کدام باب است. بیایید برای من این سوال رو جواب بدید. تماثل از کدام باب است؟ این چند تا شد؟ 3 سوال. یکم ها به کجا برمیگردد؟ این هایی که میبینید این به کجا برمیگردد؟ دوم تماثل رو کدام عالم، تماثل رو کدام عالم گفتگی است که این متعدی است؟ دوم. و سوم که تماثل از کدام باب است؟ سوم سوال. و چهارم سوال معتقدن، این کلمه معتقدن از کدام باب است و چی معنا دارد؟ بیایید برای ما اینها را آشکار کنید. این 4 سوال برای شما طرفداران ابو تکفیری، هر کدامید که دعوای علمی صرف و نحو دانی و گراماتیک دانی میکنید، پس مرحمت میدان خالی، ببرید این سوال ها را جوابش را برای ما بگویید. و همچنین چطور گفتیم که در اینجا این بابی مولا غلط های بسیار، خطاهای بسیار را راه دادگی است، یک مسئله. و دویم مسئله خطای ابو تکفیری تماما به نظر نگرفته است. این دلالت به ظلم کردن این بابی مولا میکند که در حق من ظلم کرد. و سوم مسئله با سخن بابی مولا بگیریم، اگر این قول ابن باز فاسد می شود، از بین می رود، معنایش جزیر بودیش می براید که دیگر هیچ معنای کامل و معنای درست در این نمی ماند. این همچنین
باطل و مردود است. پس معلوم شد که بابی ملا غلط کرد، ابو تکفیری غلط کرد و هر کسی که به مثل اینها بگوید غلط میکند و هر کسی طرفدارشون بیاد همین گپا را تقویت بتید، دلالت به جاهلی، بیسوادی و گمراهی و بیخبری از علمی گراماتیک زبان عربی میکند. پس این بود جواب بنده محمد شریف عبدالعلیم برای این بابی ملا و برای ابو تکفیری. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا. و همچنین گفتنی هستم که بیایید همین سخن من را گرفته پیش یک طالب علمی میدانستگی برید، نه اینکه یک پیش ملایی که بیچاره نمیداند که چی را در کجا فاعلش را بگیرد و معتقدن چی است و معتقدن چی است، پیش اینها نبرید. تماثله چی است و تماثله چی است، پیش اینها نبرید. اینها بیچاره نمیدانن. معذرت میخوام بابی ملا که نمیدانن تون میگم، نمیدانید. اگر میدونید پس این 4 سوال من در برآمده شما جواب بگویید بابی ملا با طرفدارانش. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.